یک سوال از فصل اول پایه 11. میگه معادله زیر را به روش تغییر متغیر حل کنید. معادله از درجه 4. خب زمانی که درجه 4 یا درجه 6 یا درجه 8 باشه، اینا رو باید به روش تغییر متغیر حل کنیم و در ابتدا بیایم اون توان 4 یا 6 رو یا 8 رو یه جوری بشکنیم که به آخر سر به صورت معادله درجه 2 در بیاد. خب x4 رو اگه بشکنیم میشه x2 به توان 2، یعنی در واقع میشه 2x2 به توان 2 منهای 7x2 منهای 4 برابر 3. خب ما باید به جای x2 t در نظر بگیریم. پس فرض x2 برابر t اگه باشه، به جای x2 t بذاریم، میشه 2t به توان 2. به جای این x2 هم t بذاریم، 7t منهای 4 برابر 3. یه معادله درجه 2 بر حسب تیه که اینو باید حساب کنیم. با روش دلتا بریم. دلتا برابر b به توان 2 منهای 4ac. b منفی 7 به توان 2 منهای 4 در a2 در c هم منفی 4. خب منفی 7 به توان 2 میشه 49. منفی در منفی ضرب میشه مثبت. 4 2 تا 8 8 4 تا 32 میشه 81. دلتا را به دست آوردیم. حالا به جای فرمول قرار بدیم. منفی b مثبت و منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2 تا a. منفی b، خود b هم یه منفی داره، مثبت و منفی رادیکال 81 تقسیم بر 2 تا a. 2 در 2. خب منفی در منفی میشه مثبت 7. مثبت و منفی جذر 81 میشه 9 بر روی 2 تا هم که میشه 4 تا. خب این دو شاخه میشه. یه تی 1 برابر 7 به علاوه 9 تقسیم بر 4 و یکی هم 7 منهای 9 تقسیم بر 4. 7 به علاوه 9 16 تقسیم بر 4 میشه 4. یعنی در واقع یه تی شد 4. خب آیا تی همون x به توان 2 نیست؟ پس این که میگه تی برابر 4 در واقع همون x2 برابر 4. خب اگه مقدار x رو به دست بیاریم از این 4 باید جذر بگیریم، میشه مثبت و منفی 2. یعنی 2 تا از ریشه های این معادله به دست اومد. خب مورد بعدی 7 منهای 9 میشه منفی 2 بر روی 4 که اگه ساده کنیم میشه منفی 1/2. پس یه تی دیگه برابر منفی 1/2. گفتیم تی همون x به توان 2. خب آیا یک عدد به توان 2 برابر با یه عدد منفی میشه؟ خیر. پس این جواب غیر قابل قبوله و در واقع این معادله درجه 2 فقط این دو جوابو داره، x برابر مثبت 2 و منفی 2.